باز تق تق تیجی باز من و باز مهمان های خیلی گرامی قدر این برنامه همه شما میدونید که در برنامه تق تق تیجی ما تاریخ تولد ترانه های زیبا و ماندگار رو برای شما قصه میکنیم. خب عزیزان دل مهمان های قدر طبق درخواست شما یک برنامه علاقه با اشتراک فیض علی جان منظور شما گردید و طبق درخواست سرشماری مخلصان فیض علی فاضلوف باز برنامه نوبتی تق تق تیجی رو این زمان منظوری شما میکنیم و من درود خود را و درود اهل هنر را به شما میرسانم. مهمان عزیزی ما فیض علی فاضلوف و ارکین جان گرامی قدر خوش آمدید. عزیزان دل مهمان قبل از آنکه ما صحبت را شروع کنیم من از شما خواهش میکنم که لایک را زیر کنید، همین لایکی که جانب بالا نشان میدهد همین را زیر کنید و با شبکه ما پیوست شوید، یعنی ابونه شوید. خوب عزیزان دل هر کاری که میکنید فقط به خاطر شماست، به خاطر بلدگی خاطر شما، به خاطر کیفیت و فراغت شما است. خب عزیزان دل مهمان قدر امروز ما اطراف یک ترانه خیلی زیبای فیض علی فاضلوف حرف میزنیم که نامش یارم کجایی. یارم کجایی. مثلا همین ترانه فیض علی فاضلوف رو نامدار کرد، مشهور کرد، محبوب همگان کرد. آیا شما میدونید که آهنگ این ترانه رو که ایجاد کرده است مال یکی از سراینده های نامدار، مشهور و محبوب ما سراج الدین فاضلوف است. اکنون بگویید که آهنگ رو شما چگونه پذیرفتید، چگونه با این آهنگ آشنایی پیدا کردید؟ اول قصه پیش از همه اول مینداری خدا به برادر عزیز سراج الدین فاضلوف که هم برادر من هم استاد عزیز من هستن. اون کس میرسونم خداوند زنده باشن، همیشه سربلند باشن، هیچ وقت درد و غم نبینن. بعدا شروع میکنیم با قصه. این سرود یک زمانی بود که رحمتی صاحبخیران و وقتا صاحبخیران عظیموف زنده بودند، با همراهی سراج الدین فاضلوف همکاری داشتن، کنسرت هم باش میکردن، خلاص که با هم دیگر همکاری قوی داشتن. یک روز با استودیوی ثبت آواز در آمدم که همین سرود صدا میداد، در گوش من فورا رسید. بعد به برادر عزیز سراج الدین فاضلوف گفتم که این سرود برای من خیلی پسند اومد. بعد فکر پسند اومده باشه برآمد. برای این آهنگ یگان پول با سراج الدین؟ نه، بین استاد و شاگرد چه پول در این جمعیت که همه چیز رو میخرند و میفروشند من فکر کردم نه بین ما نیست، بین استاد و شاگرد پیش بین برادر اکا و در این کارو با فکر من که نیست. یعنی این آهنگ زیبا رو برای من توفه کردن، برای توفه کردن، همچون اگر با وضعیت مطابق باشد موافق باشد همیشه از من توفه گفت. تنظیمش رو اکای شجاعان با عهده داشتن، با انجام رسانده بودن. ولی این سرود رو اولین بار شما در استودیوی صاحب قیران نظیم در همونجا من تیارش رو گوش کردم. تیارش رو با مقصد یعنی برای کی تیار کرده سرود این با فکرم برای حبیبه بانو دولت و تیار کرده بودن. این سرود بانو این مدر میشد با فکر من. بعد من گفتم که همین سرود برای من خیلی پسند اومد. موسیقی است، موسیقیش خیلی دلچسب و دلکش میبرد، با کیم جای میبرد، فکری آدم با دیگر طرف میبرد. برای من خیلی پسند اومد. وقتی که من این سرود برای من پسند اومد، سرود برای من دادن، بعد برای حبیبه بانو دیگر. حبیبه از این کاری شما آگاه هست یا نه؟ شاید آگاه باشد، شاید آگاه نباشد. اگر آگاه نباشد با فکر خیلی خفه میشود. خیر، ما از حبیبه بانو عذر میپرسیم. حالا شما هم امکانیت دارید که عذر بپرسید. عذر زیاد حبیبه جان. خوب، متنش رو شما تغییر دادید؟ بعد من متنش رو تغییر دادم. وقتی که همین سرود به متن گوش من صدا داد، در داخل همین یک با زبان موسیقی گرمانیش یک با عشق و عاشقی نزدیک بود. بعد من خواستم که این سرود عاشقی شود. بعد حسن چیله رو پیدا کردیم، با اون نفر صحبت کردیم. اون نفرم خیلی ترانه‌نویس خوبه، بهترینه. حسن چیله نگفتن نماند که حسن چیله شاید نمیدونم 30% ترانه های رو که همه روزه روی کار می آیند و همه روزه دسترس مخلصان می شوند مال ذهن حسن چیله هستند. حسن چیله گرامی دوست نازنین ما برای صدرالدین انشا کرده است.
برای بهرام اینشو کرده است، برای فیضعلی اینشو کرده است، برای ولی جون اینشو کرده است، برای کل هنرمندان نامدار و معروف کشور ترانه نوشته است. قلم خوب دارد، قلبی زیبا دارد، بله زندگی زیبا دارد، خودش یک انسانی زیبا است. خب اکنون دوستان عزیز باز از فیضعلی جان میپرسیم که موزیک ویدیو این ترانه رو ثبت کرده شما یا نه؟ در نیت بوده، همین خیلی چی نه که در نیت هست، انشالله دیرم شود نیت داریم که ثبت کنیم. تنظیم بند و بستش رو گفتید که انجام تنظیم بند و بستش رو عهده‌دار بودن ارشاد جون، اکرم ارشاد جون، اکا ارشاد جون، فردشون نمیدونم. ارشاد جون جوش نمیره، جوش نمیره. شاید قیچی میزنیم، شاید میمونیم، نمیدونم. به هر حال ارشاد سپاس برای زنده باشه اکا ارشاد جان، دستتون درد نبیند، همیشه خوش روزگار باشین. ولی یک چیز دیگر، سوال اخیران من این است، شما گفتید که این ترانه رو مخصوص برای حبیبه دولت و آماده کرده بودند، شما این ترانه رو پسندیدید و گرفتید و گفتید که با جایش به حبیبه دولت و یک چیزی دیگر پیشنهاد کنند، کردند یا نه؟ دیگر من اخبارات ندارم. شاید کرده باشن، شاید که نه. اگر نکرده باشن چی؟ نکرده باشن نکرده باشن شما برای حبیبه یگون چیز پیشنهاد میکنید؟ راستی برای حبیبه جان من پیشنهاد کرده بودم، همین سپیده سپیده ها رو حبیبه جان خیلی شخصی دلی بزرگ دارن، بهترین گرچه هم جنس لطیف هستند، دلی بزرگ دارن، از بعض مردها را مرتر هستند برای من. همین سپیده ها را من برای همون وقتی پیشنهاد کرده بودم، اون نفر باید می سرایدن. وقتی که به خوجند رفتیم و حبیبه از دوشنبه ماند، باز هم خودتون گرفتید سرایدید. دو بار یعنی حبیبه رو فریب دادید. حبیبه جان زیاد. به هر حال وعده بدهید که جبران میکنید. من وعده دادم به حبیبه جان، انشالله که روزای نزدیک یک سوره دیگه آماده کردم با همراهی حبیبه جان به طرز بدیهه تیار است. انشالله که روزای نزدیک می سرایم، هم متنش تیار است، هم موسیقیش. این دفعه که وعده میتیم شرط خودی توسعه برست. سرود تیار می شود، همش تیار می شود، نمیدونم از چی سبب که چه اتفاقی سر میزند. هم روزی سبت یا حبیبه نمیاد یا من به یکم قربان میشوم. اما این دفعه من عهد کردم به حبیبه جان که همین سرود یک جای میسریم، از یک سرود آماده هست، هم تنظیمش هم متنش همش تیار است. انشالله که روزهای نزدیک ثبت میکنیم. بعد این برنامه خودم شخصا به حبیبه جان زنگ میزنم، روزی ثبت انیق میکنیم. من وعده میتیم حبیبه جان. چی میشود که بعد از برنامه نیود در همین دوام برنامه حاضر زنگ بزنیم به حبیبه و بگوییم توی ده بیکار نه بیکار یک میبینیم یک زنگ میزنیم، میبردارد یا نه؟ سلام علیکم حبیبه جان. علیکم فیضعلی جان، چه جانی من؟ شکرانه خدا نصریان خوبه حبیبه جان؟ ای شما فهمیدین؟ هیچ کده نگفته بودم، نه که تو فهمیدی خودت بهترین خود دبورات خگاب زدیم. خدا نگهدارت باشد. در پریمو افیر گپ زده سینکه حبیبه جان. من میدونی برای چی در پریمو افیر زنگ زدم؟ اینا کامیرا سیوم کام درونست با تماشا میکنی. از درباره سرود گپ زدیم، گفتم که همون یک سرود هم فوزیل فهم تیار کرده بود، همون یارم کجایی باید مدار میشید حبیبه خوند، ایرم ما خوندم. با یک بار گفتم برای حبیبه یکم سرود دیگه پیشکش کردی، گفتم سپیده ها را برای حبیبه جان کرده بودیم. ایش هم خودم خوندم حبیبه را با درو گفتم، لیکن شرط قاضی توسعه برای این سرود گفتم از یک سرود دیگه آماده کردگیم. ای همین جمعه برام حبیبه را زنگ میزنم، ان شاء الله روزی وقت ساعتی سبت انیق میکنیم. بعد گفتن که چی با کوزی نمیشه زنگ زنه حبیبه را. همین ما سیوم کرد و زپش کرده سیان دم پیشیم کامیرای سودگی ناکای ارزو ای همین برنامه زنگ بزن که باور کنیم. گفتن برای هم زنگ زدم حبیبه جان، فقط هم وقت ساعتش انیق کردن در کار. این سوری سپاس. حبیبه بانو همیشه مسلط باشید، موفق باشید. شدیم که صدای شما رو میشنویم، صدای خیلی زیبا و بیولوژیش و قشنگ شما رو، و انتظار میمونیم که کی شما ترانه بدیهاتون رو همراهی فیضعلی میسرایید. زنده باشه حبیبه جان، ان شاء الله میبرم با الو میکنیم.
خدا نگهدار. خب از اون آمده بجان یه روز میم آش میخوریم اما آشی گفتگی را خدا نگهدار. خب بجان خب رحمت بهترین شده دیگه درو گفتن نمیشد ما کاری کردگیمون رو کردیم باقی فایز علی جان میدونند و حبیب بانو ولی حبیب بانو اگر این زمان ما رو شما میبینید این رو دانسته باشید که صدای شما رو دوست میداریم و انتظار میمونیم که کی این ترانه وعدگی رو همراه فایز علی جان عزیز ما دو درکی شیرین ما میخونید و منظور اخلاصمندانه هنر میسازید. یک چیز دیگر گفت حبیبه گفت که مبارکی مهمان نو یعنی چی؟ یعنی چی؟ یک 6 روز پیش شکرانه خداوند دخترچه دار شدم. دو پسر و یک دختر داشتم با یک دخترچه دار دیگر شدم. یک بار دیگر دو پسر و دو دختر دو پسر و دو دختر شد. موازنت برابر شد. بله. اسمش رو چی ماندید؟ بیبی مریم. بیبی مریم. کودکان دیگرتان چی نام دارند؟ دخترچه کلانی مهرنگار محمد علی یعقوب جان. یعقوب جان محمد علی مهرنگار و بیبی مریم. با شما هم درود میگوییم و در آخر خواهش میکنیم که همون ترانه را که برای حبیبه بود و فایز علی جان گرفته سرایید برای مخلصان عزیز زنده بسرایند. مرحمت. نمیفهمی نمیدانی تو حالا زندگانی را کجا رفتی تو گم کردی وفا و مهربانی را با مثل من نمیابی دیگر تو یاری جانی را با پیری میرسی روز نمیابی جوانی رو با مثل من نمیابی دیگر تو یاری جانی رو با پیری میرسی روز نمیابی جوانی رو آه یارم کجایی غم از دلم رهایی ای وای خدا دوای دلم هر جا میرم سراغ نالم من از فراق ای وای خدا دوای دلم تو بشنیدی صدای من شدی عاشق برای من جدایی را تو میدانی نمیبخشد خدای من بگفتم نازنینم را بگیر از من تو این غم را برایت هدیه میسازم تمامی هر دو عالم را آه یارم کجایی غم از دلم رهایی ای وای خدا دوای دلم هر جا میرم سراغ نالم من از فراق ای وای خدا دوای دلم. همینجا با شما خیر و خوش میکنیم خداحافظی میکنیم تا برنامه‌های دیگر لایک ماندن رو فراموش نکنید زیر کنید ابونه شوید به شبکه ما و برنامه‌های منبع رو با اشتراک دیگر ستاره‌های پرجلوه هنر انتظار باشید تا بازدید در برنامه تق تق. سلامت باشین.